بگو ای خداوند بزرگ، صاحب حقیقی ملک و فرمانروایی تویی و آن را به هر که بخواهی میدهی و از هر که بخواهی میگیری. هر که را صلاح بدانی عزت و اقتدار میبخشی و هر که را صلاح بدانی ذلیل و خوار میکنی. اصلا همه نیکی ها به دست توست، زیرا تو بر هر کاری توانایی. شب و روز را از دل یکدیگر در میآوری، زنده را از مرده بیرون میکشی و مرده را از وجود زنده، و هر که را بخواهی رزق و روزی بی حساب تقدیم میکنی. اهل ایمان نباید به جای مؤمنان کافران ناسپاس را دوست و تکیه‌گاه خود بگیرند. پس اگر کسی چنین کند رابطه‌اش را با خدا قطع کرده است، مگر آنکه از آنها بپرهیزد. خداوند شما را از نافرمانی خویش برحذر می‌دارد و بدانید که سرنوشت‌ها به سوی خدا ختم می‌شود.